سلام عرض میکنم خدمت شما بیننده های عزیز. ما با برنامه سیماگران کاری از گروه هنری تصویرسازان در خدمتتونیم. ایمیل ها و تماس های مکرر شما عزیزان باعث شد که گروه هنری تصویرسازان اقدام به ساخت این برنامه بکنه. با هم دیگه میریم قسمت اول برنامه رو میبینیم، برمیگردیم. امروز میخوام بازی مکاپ ساده رو صورت این خانم انجام بدم. همونطوری که گفتم صورتشون رو کاملا پاک میکنیم. باز کار مکاپ داریم انجام میدیم. از براق کننده استفاده میکنم. کمک میکنه که پوستم آماده بشه برای جذب مواد. کندیشنش رو به حالت ضربه‌ای کار میکنم که کاملا جذب پوستشون بشه. بالا نگاه کن. بالای چششون هم کار میکنم که هم سطح پوستشون بشه. هرچی موادمون کمتر باشه، کمتر بدیم به خورده پوستمون نرمال تر میشه، خیلی طبیعی تر دیده میشه. پس سعی میکنیم که از مواد کم کم استفاده کنیم. اگه لازم بود تکرار بشه، بعد از چند دقیقه دیگه یک بار تکرار میکنیم. بالا نگاه کنیم. امروز یه مکاپ میخوام بکنم بیس چششون رو کلن از سایه روشن استفاده کنم. بازم میتونم این سایه هامو خیلی براق بکنم، میتونم نه مات باشه، هر کدومو که دوست داشته باشم. این سایه رو همیشه با بیس سفید ما کار کردیم.
ولی امروز میخوام با بیس زرد کار کنم که بدونیم اگه بخوایم میتونیم با هر رنگی که برای بیسش، فقط رنگ بیسش باید روشن باشه، حالا هر رنگی که دوست دارید. باز کنید چشمتون رو. خب رو چشم دومشون رو پلکشون یه علامت میذاریم. این علامت رو ادامه میدیم به طرف بیرون به شکل آی بابا. همونی که کار کردیم فید میکنیم به طرف بیرون. حالا دوست دارید خیلی کشیده تر باشه، دوست دارید نه، تا همین انتهای ابروشون. برای خطمون کاملا باید فید بشه. پس ما با کار مکابم میتونیم کارهای مینیاتوری، کارهای دیگه سایه رو هم داشته باشیم. یه رنگ گرمی به سایم میدم. با حالت ضربه‌ای میزنم. با یک بار زدن سایه من رنگ دلهای خودم رو به دست میارم. خط و خطوط سایه رو کلاً از بین میبرم. میتونیم از ترکیب رنگ‌های دیگه هم برای همین سایه استفاده کنیم. بالای چشم رو رنگ روشن‌تر استفاده میکنم. رنگ سایه‌مو رو فید میکنم داخل سایه قبلی. هرچی کمتر باشه موادمون کارمون بهتره. توی این سایه مینیاتوری که کار میکنید حتما باید فاصله چشم ابروی سایه رو در نظر بگیرید.
توی این سایه دست ما خیلی باز هستش نسبت به کشیدن خط چشم. میتونیم خط چشم باز انجام بدیم، میتونیم خط چشم بسته انجام بدیم. اگه بخوایم طراحی داشته باشیم خط چشممون رو باز میکنیم، اگه فرم چشممون فرق داشته باشه میتونیم بستش بکنیم. خط چشم رو پرتش میکنیم. بس کنید. بالا نگاه کن. خب ببند. یه مقداری سایه هامو کامل تر کردم، موجه‌شونم چسبوندم. پرتر میکنم ریملشون رو، مخصوصا مانوری که روی گوشه های چششون دارم. این سایه که کار کردیم بسیار جای مانور داره. هر طرحی هم مانوری که چون هم فاصله چشم زیاد هستش، هم میتونیم از طراحی‌های مختلف برای سایه استفاده کنیم. جای گونه رو مشخص میکنم، یه مقداری تیرگی میدم که ذره از تیرگی بغل بینی هم میتونم استفاده کنم. پرتش میکنم به طرف بینیشون. برای برجسته تر شدن بالای گونه از فوندیشنی که حالت طلایی داره بالا نگاه کن، برجستگی میده به گونه استفاده میکنم. دیگه نیازی به گونه سازی نداریم. بعد هرچی موادمون کمتر بشه کارمون بهتر میتونیم کار بکنیم. کامل میکنم رژگونه رو. بازم میتونم ریمل این خانم خیلی بیشتر بکنم تا بتونم چششون رو قشنگتر بکنم. بستگی داره دیگه. اگه چشش خیلی ریز باشه میتونم باز گوشه چشش رو یه موجه دیگه بچسبونم، ریمل بیشتری بزنم.
گفتم همیشه خط لبی که میخواییم استفاده کنیم 1-2 درجه با خود رژ باید فرق داشته باشه. قرینه لبم حتما باید در نظر بگیریم. با مدادی که کار میکنیم همون مداد یه مقداری فید میکنیم داخل لباشون که زیاد فاصله خط لب و رژ رو نداشته باشیم. لبو میکشیم که اگه چین و چروکی داشته باشه رژ کاملا داخل لبا نفوذ کنه. رژ حجم دهنده استفاده میکنم. حالا برای داخل چششون از مداد یا خط چش آبی، ما اگه چش خیلی درشت باشه از رنگ تیره استفاده کنیم چش رو یه مقداری جمع‌تر میکنه، ولی اگه چشایی که ریز هستن حتما باید از خط چشای روشن استفاده کنیم که چش روشن‌تر بزرگتر بشه. کار نگین الان تو کار خیلی استفاده میشه. ما میتونیم برای طراحیامون از نگین استفاده کنیم. اگه نگین نداشتیم از همین سایه های پودریمون برای طراحی‌ها استفاده میکنیم. یه مقداری ریمل گوشه چششون رو بیشتر میکنم.
باز کن. و اما علاقه‌مندان به بازیگری اجرا میتونن به سایت ما www.tasvirsazan.com مراجعه کنند و توی پروژه های بعدی ما شرکت کنند. میریم قسمت بعدی رو میبینیم. سلام خدمت بینندگان عزیز. مکابمون تموم شد. با همون مکابی که انجام داده بودیم میخوایم یه کار شینیون روی کلاه براتون انجام بدم با موهای مصنوعی. یه سری هستن که اصلا دوست ندارن موهاشون پیدا بشه، میتونن از موهایی که توی بازار هستش استفاده بکنن، بذارن داخل بالای کلاه و کاملا فیکسش بکنن. این فیکس کردنش خیلی مهمه. حالا هر مویی که خودتون دوست دارید میتونید این کار با موهای ساده تر باشه، میتونه با موهای بافته شده باشه، میتونه با موهای دیگه ای انجام بشه. این دیگه بستگی به ذوق و سلیقه خودتون داره. الان شینیون های جمع و باز خیلی مده. ما میتونیم الان این شینیونمون رو هم باز داشته باشیم هم جمعش بکنیم. قد مشتری یا عروسی که میخواییم درست بکنیم حتما در نظر میگیریم. اگه قد خیلی بلندی داشته باشه خیلی شینیونمون رو بالا انجام نمیدیم. چون من آینه جلوم نیستش، نمیتونم قرینه ها رو ببینم، دارم همینجوری کار میکنم. بدون آینه هستش با محدودیت خیلی زیاد. سنجاقای رنگی توی بازار اومده، خیلی به کار شینیون ما کمک میکنه. میتونیم از سنجاقایی که رنگ خود مو هستش استفاده کنیم برای کارمون. اصلا سنجاقا دیده نشه دیگه، اذیت نشیم. حتی کاری که داریم انجام میدیم باید کاملا فیکس بشه.
از موهای ساده لابلای این موها استفاده میکنم. میتونه این به حالت ایستاده باشه، موها میتونه کاملا باید وزی موها گرفته باشه. میتونید به جای این کاری که من دارم انجام میدم شما از نگینا یا از چیزهای دیگه استفاده کنید. باز این برمیگرده به ذوق و سلیقه و حرفه خودتون. با اتوی ما هم میتونیم کار بکنیم. او رو فیکس ترش بکنیم که خیلی بهتر روی سر قرار بگیره. میتونیم مانورهای زیادی باز روی همه مو داشته باشیم، کارهای بیشتری انجام بدیم. شما خانمایی که هنرمند هستید تو کار شینیون خیلی تخصص دارید، میدونم که خیلی کار بهتر از این رو انجام میدید. این نحوه کاری بود که خواستیم فقط یه مقداری شما رو آشنا کنیم با کارهای شینیونایی که توی کلاس انجام میشه. خب بینندگان عزیز، این کار شینیونمون هم تموم شد.
برنامه ما به پایان رسید. امیدواریم که این برنامه رضایت شما رو جلب کرده باشه. تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار. در خدمت خانم ما با این خیلی چند جا یکی می‌بینی صورت ایشونو ما برگشتیم در خدمت مهمان عزیز و گرامیمون خانم ما برگشتیم در خدمت مهمان عزیز و گرامیمون خانم ایمیل ها و تماس های بیشمار شما باعث شد که شرکت تصویر سازان اقدام